من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره. ولی تو همین جاها، تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی‌ها کار بکنم، بالاخره $2000 که میگیرم که کرایه خونه‌مو بدم و پول آب و برق و تلفن. ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فحش میخورم ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردیم. شما بدونید مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نمازخون شدن، ریش گذاشتن برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 200 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. حافظ میگه نفس باد صبا، این جواب مردم ایران هست به خمینی، نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول یعنی درد رنج، این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. این جواب حافظ، جواب فرهنگ ایرانه و جواب مردم ایران مثل شما که با برگزاری سنت های ملیشون و بدون تشویش از این روزینامه ها و اعلامیه ها و غیر و ذالک ملیتمون رو، برای ما چی مونده؟ ما چه جور میتونیم ایران رو حفظ بکنیم وقتی دستمون بهش نمیرسه؟ وقتی دست وزارت خارجه انگلستان پشت خمینیه، من چطور میتونم دست اونها رو از پشت خمینی بردارم؟ فقط با زنده نگاه داشتن سنت های ملیمون دست بزنید. از یه پاسپورت چوسکی اینا نترسین که بهتون میدن یا نمیدن. همینا این بلا رو به سر من شما آوردن، همینا تو همین سالونا. ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟ از ایران میخونم، از ایران صحبت میکنم، برای ایران قدم برمیدارم، با یاد ایران میخوابم و با یاد ایران بیدار میشم. اینا رو واقعا صمیمانه بهتون میگم، برای که هیچ نیازی ندارم که دروغ بگم. دروغ زندگی ما رو تباه کرد. ما امروز باید با هم راست بگیم. من راست میگم. من غیر از ایران و غیر از اینکه یه روزی تو مملکت، حداقل تو مملکت بمیرم، هیچ چیزی برای من مهمتر نیست و این کاریست که میکنم. نفهمیدن که یه کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق و قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سرکارن خیلی ابله‌تر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا.
من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های مردی رو آوردند بر کشوری 6000 ساله حاکم کردند که می‌نویسد اگر به خلا، این جمله این مرده، اگر به خلا رفتید دستتون رو جلوتون بگیرید و بسم الله الرحمن الرحیم بگید که شیطان بر عورت شما نگاه نکند. بله، این فرهنگ تغییر انتظامی، این فرهنگ فروغ فرستاد، این فرهنگ ملک الشعراء بهار، این حافظ و مولوی و سعدی، اینه. بهتره که تمام دنیا عورت شما رو ببینن، بهتره که ببینن، ولی آزاده باشید و آزاد باشید. و هیچ کدوم برای ما قدمی بر نداشتن. کدوم امریکایی به خاطر فرهنگ ایران مرده، کدوم انگلیسی به خاطر هنر ایران جون داده، کدوم روسی، کدوم چینی، ولی صدها و هزاران ایرانی به خاطر اینکه شما زنده باشید مردم ایران، به خاطر فرهنگ ایران، به خاطر اینکه مولوی زنده باشه و سعدی و حافظ زنده باشن، تیربارون شدن در زندان ادی. قدر این مردم و زنان رو بدونید مردم ایران. روزی که شما بلند میشید در همین های استریت کنزینگتون 90,000 ایرانی در لندن هستن، اگه 9,000 تا شما در این خیابون رژه برید، کی میتونه جلوی شما رو بگیره؟ کدوم حکومت؟ هفته که 22 بهمنه، روزی که به اصطلاح آیت الله خمینی آمده و ملت ایران را قتل عام کرده. مردم ایران، شما 90,000 بالای 90,000 ایرانی در این پاریس هستید. آقا من مخلص شما هستم. شما که به من میگویید عکس بزن، من عکس نمیخوام، من عشق میخوام. با عشق بلند شید و برید توی خیابون، برید توی این خیابون و اعتراض کنید. 22 بهمن به مال شما، به جان شما، به ناموس شما، به فرهنگ شما تجاوز شده. انگلستان به شما تجاوز کرده، امریکا به شما تجاوز کرده. شرف دارید برید توی خیابون اعتراض کنید. چرا میشینید؟ چرا میشینید؟ چرا تحمل میکنید؟ عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی‌مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیلی که میخوان من و شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کارین شماها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونید. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کاره. خیلی خوب میرقصم عزیزم. ها ببین اون زمان گذشت که فری باید برقصه. من برای ملتم میرقصم. آره عزیزم، برای اینکه به جان برای ملتم به جشم وای میسم، سینه‌مو سپر میکنم. شما تو لوژاتون میشینین قربان، مشروبتون بخورین، زیاد ناراحت نباشید. بعد من برای چاله گمرکم عمو جان، کی با کی طرفی؟ نگاه کن. خمینی نتونستی از پس زبون من بیاد، تو میخوای بر بیای؟ میخوام برم کو شکار آهو، میخوام برم کو. صبر کن. خوندن زیباترین کار جهانه. بخونیم با من. خیلی از پشت دادن قشنگتره. بخونیم. بزن. میخوام برم کو شکار آهو، میخوام برم کو شکار آهو. تفنگ من کو لیلی جان، تفنگ من کو لا 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 لا، تفنگ من کو لیلی جان، تفنگ من کو. و بعد من میام که بگم که نه، ما نه سوئدی هستیم، نه سوئدی میشیم، 1000 سال دیگه مگه اینجا بمیریم و بپوسیم، ما ایرانی هستیم. و من فقط به خاطر این اومدم که به شما بگم که سلام، دوستتون دارم خیلی زیاد، با عشقتون اومدم، با عشقتون میرم که برگردم. دفعه دیگه میام 300-400 تا از
آدمای ایرانی اینجا رو میارم تو همین یکی از همین سالونا و از شعر صحبت میکنم، هیچ آوازم میخونم، موسیقی هم میارم و خاطرات گذشته رو روشن میکنم. خواننده، نوازنده نباید بی سواد باشه که بعضیا بتونن خوشحال بشن. هنرمند باید از هنر و از فرهنگ وطنش برخوردار باشه. یعنی چی؟ یعنی با سواد. وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز این مسائل رو هضم نمی‌کنن. هنوز عجیب و غریبه که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین که برجت، من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه و مثل همه مردم من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من. میخوام تشکر کنم ازتون، مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن، گریه دردی دوا نمیکنه، گریه نیست چاره درد من و شما، گریه نیست، مبارزه سیاسی است، نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند، مردم میمیرن برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه.